سلام بچه ها، من از گیمینگ هستم. خوش اومدین به این ویدیو. اومدم تو این ویدیو یادتون بدم که چه شکلی باید در یوتیوب ویدیوهای خودتون رو پاک کنین. اول باید برین در این قسمت یا قسمت اول باید برین تو شما، جایی که من مخدرش خطرشونم شما میزنین رو شما. وقتی که اومدین اینجا میزنین روی این. وقتی که زدین رو این میزنین روی مدیریت، مثلا ویدیوهایی که شما گرفتین الان اینجا، اما اینجا نمیتونین پاک کنیم. باید بزنین روی مدیریت ویدیوها. وقتی که زدین روی مدیریت ویدیوها مثلا بزنین پاک کنیم. مثلا من میخوام این ویدیو رو پاک کنم، نمیگیرم روش دست باشه. میزنین روی 3 تا نقطه، یعنی 3 تا نقطه اینجا حذف بارگیری، مثلا یعنی بارگیر شده، حذف بکن، حذف شد. مثلا الان این الان مثلا اینجا میتونیم مثلا برای حذف کردن الان مثلا اینو باید بزنیم مثلا حذف بشه. بعد مثلا اینو نمیخواستیم حذف بشه بکنیم، بیایم بیرون اینو بزنیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. تا ویدیو بعد، بای بای. لایک و ساب یادتون نره.